کارمندی رادیوی فرهنگی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. این از من اولا استاد از شما سپاسگزارم که یک محفل بسیار عبرت بخش، محفل آموزنده، محفل ملت ساز سامان داده و ما در خاندان شما جمع آمدیم. اکنون رسالتی سخن که در باره قدر و بهای سخن می رود، مهمترین رسالت یک عالم، یک دانشمند، یک خردمند، یک ضیایی، یک امام، یک خطیب آن است که ملت را هدایت کند با عالم روشن، با عالم حق، با عالم رستگاری. و شیخ نصرالدین سعدی شیرازی در کتاب مقدس گلستان میگوید که عالم که کامرانی و تنپروری کند او خویشتن گم است که را رهبری کند. یعنی رسالت اولین اهل علم، علما، ادبا، شاعران، روزنامه‌نگاران، اهل ضیا هدایت کردن ملت است با عالم روشنایی، با عالم حق پرستی، با عالم خدا. مادام که چنین است، ما درباره ارزش سخن مثلا زبانی درشتی بعضی آدمان گفتیم چی باید کنیم که هموطنان عزیز ما، همزبانان ما خوش سخن باشن، مهربان باشن. شیخ عطار در یک نصیحتشون میگن که ای برادر گر خرد داری تمام، نرم و شیرین گوی با مردم کلام. وظیفه ما زیای آن است که با همین تمام طبقه های جامعه فهمونیم که رسالت اولین انسان دل به دست آوردن است و دل با واسطه زبان به دست میگیره. وقتی که سخن انسان شیرین است، وقتی که انسان از دل گپ میزند، از روی خرد گپ میزند و حتما به دل مردم تاثیر میکنه. اکنون ما باید همین محفل بروریم بیرون. ما باید هدایت کنیم مردم در همه جا که برادرای عزیز، خواهرای عزیز، ملت تاجیک ملتی نیست که دیروز پیدا داشته باشد. نیاگان ما دنیا سخن که مسخر کردن. یک مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی کافی است که ملت تاجیک خود را خوشبخت‌ترین ملت دنیا گوید حساب کنند. چرا؟ برای مولانا در همین مثنوی میگن که عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. یک سخن که عالم ویران کرده، یک روبه عاجز شیر میکرده باشد، ما چرا به قدر سخن نرسیم؟ چرا سخن را دوست نداریم؟ زبان مادری خود را دوست نداریم؟ ادبیات کلاسیکی فارسی، تاجیکی دری را دوست نداریم؟ من بسیار میخوام که همین محفل ها باید در یک تالارای وسیع، تالاری که مثلا 30 آدم در یک باشه که جوانان در آنجا باشن، مثلا 500 هزار 2000 3000 که از همین صحبت اهل ضیا که امروز بسیار سخنان زیبا گفتن. برادری از ما یکی از نبیرگان بسیار صاحب شرف، یکی از نبیرگان بسیار افتخارمندی نقیب خان توبرد که ما شما افتخار میکنیم، همین گپ ها باید در اودیتوری وسیع‌تر، تالاری وسیع‌تر گفته شود. چرا؟ برای آنکه تاج من و تو شعشعه خور دارد، انوار ستاره تابش دور دارد. برگو کی دیگر از جمله اقوام جهان قانون و شفای گنده شاپور دارد. یگان ملت دنیا دارد، ما تاجیکا داریم. انا همین نکته باید در همه جا تلقین کرده شود، هم در کابل، هم در بخارا، هم در سمرقند، هم در دوشنبه، که ما وحدت ملت تامین کنیم، زبان ملت احتیاط کنیم و به قدر پایه‌های استقلال ملت برسیم. تاجیکستان پیشرفته‌ترین دولت دنیا کنیم، در برای پیشوای ملت باشیم. همین کاری کنیم که ملت تاجیک مثل 1000 سال گذشته صاحب آبرو باشه.